درود و سرود و ترانه. درود و سرود و ترانه نثار همه شما شنونده های رادیو و هواداران تئاتر. این صدای تئاتر است. انیخترش صدای تئاتر کنی بادام است که طریق کند FM میشنوید. این شنبه هم مثل همه شنبه های دیگر روز تئاتر است در کنی بادام و طول این ساعت ما و شما شعر و ترانه و قصه و لطیفه های هجوی و پارچه های صحنه های تئاتری را با صدای هنرمندان تئاتر کنی بادام میشنویم. همین صبح فیسبوک خبر داد که آغاز ماه می سال 18 در تالار تئاتر کنی بادام مسحکه روی صحنه آمد با نام آه محبت. مسحکه آه محبت از روی اثر کی حق که به قلم حمزه حکیم زاده نیازی تعلق دارد در تهیه سهراب شیخف روی صحنه آمد.
نمایش آه محبت در دایره خنده و شوخی و سرود و موسیقی موضوعهای عشق، خیانت و دیگر مسئله های خانوادگی را بررسی میکرد. خانه جون؟ رزوان خان؟ شما؟ خدا شکر؟ من چیکار کردم؟ مرا ببخشید خانم. نه هیچ گم نه شما میلایی مکاک زدید مهی نکک نغزه کاک زدید با من معقول شد با من فورید هیچ گم نه رزوان خان شما خواستید مرا آغوش کنید؟ از افتش خواستم یعنی شما میدانستید که این من؟ نه من نمیدانستم نباشد شما که را آغوش کردنی بودید؟ نمیدانم من وای از خوردی شبگردک در خوابم پرواز کرده میگردم شما با اینجا چه خبر آمدید؟ که شما را به اینجا آورد؟ گفته که برای خوجینتان در کجا؟ رزوان خان شما یک بار سه سوال دادید کو یک تا سوال دید نباشد من سرگون میزنم من به اینجا چخیلی که شما به اینجا آمدید من هم همینطور کی ما را به اینجا آورد شما علاقه فهمیدید لیکن ما را به جای خود گذاشته با کجا رفتین آنها را من نمیدانم ماش فهمو آن سببی همچون شکر به زندگی کردنشون هنی شاید آنها مخصوص خواستن که هر دی ما را تنها گذارن رزوان خان شینه یک گپ زنیم نه من راست میستم شما با من چی گپ دارید؟ این خیلی نمیشد رزوان خان شینید شما همجور گونجشکک در قفص میلرزید کو خود شما خانم جان از من سخت‌تر میلرزید شما با من چی گپ دارید؟ من با شما گفتم میخوام که یک جوان با شما سخت عاشق شده است کی بوده است و جوان خانم جان؟ وای یک جوان عجیب خوشقد و قامت زیرک و ماهر با آداب نه وای نمی نشد فقط سرود میخواند و رقص میکند افسوس که چون این جوان را حالا تمام من نمیشناسم وای باشد شما رو میشناسد و با شما سخت عاشق شده است شما مرا مسخره میکنید؟ نه رزوان خان اگر وای اقلا یک ذره امید میداشت وای در دنیا از همه آدم خوشبخت‌ترین میشد جوابی من این است خانم جان اگر من او را میدیدم خوش انا آن وقت میخواید من با شما نشان دهم با کمال خرسندی با چشم نگاه کنید خوش دیدید چی میگوید؟ دیدم خانم جان و انا همین جوان با من عاشق هستم خوش شما با چی جواب میدید؟ چرا وای جوان با من بر وقت‌تر گپ نزد؟ چون که وای خیلی شرمگین است راستش را گویم من هم کمی شرمگینم رزوان خان اگر ما هر دو یک جفت میشدیم یک جفت خیلی هم شرمگین میشدیم خوش شما چی جواب میدید؟ من حالا تیار نیستم من نمیدونم من باشم میدونم رزوان خان زنی من شوید سراستی من شوید خانم جان حاضر خوجه اینها میآیند رفیق با جایتان خوب کنید ایستد به سوال من جواب دهید خوجه اینها حالا نمیآیند چرا نمیآیند؟ چون که آنها با کارهای خیلی مهم رفتند کارهای مهم هم با آخر میرسد کو کارهای آنها باشد تا دیر دوام میکند شما با من جواب دهید رزوان خان خوش زنی من میشوید نباشد خواستگاران رو فرستید میبینم من کسی ندارم من خودم با خودم خواستگار و میبینم که شما هم تنها از این میبرد که ما خودمان با خودمان صاحبیم انا من خودم با خواستگاری آمدم خوب نباشد رزوان خان لبه شما دختر گفتید و ماندید آخر چنین سوالهای احمقانه را نمیدهند کو یعنی که نه یعنی که هم من هم مجرد
استید نخود خوجین ها با ما برای خانه‌دار شدن اجازت دهنده؟ گمان دارم که اجازت میدهم. اگر اجازت ندهند هم ما با شما میدونیم که با آنها چه رفتار کنیم. همینطور نه؟ نخود ما چونی رفتار کنیم؟ به فکرم کار تا این درجه نمیرسد. رضوان خان شما به خواستگاران من جواب ندادید که؟ شما چی میگویید؟ من راضی. من هم راضی. بیایید رضوان خان پیش از توی کلام مراسم عقد نکاح را میگذرانیم. شما راضی؟ من راضی. من حاضر. مایش. برای سلامتی عروس داماد می‌نشیم. داماد جان. لبیک گلین جان. شما بطای ما هنرمندها رو هم دعوت کردید؟ ها از همه بهتری نشر دعوت کردم. کنشنه من حاضر. گوش کنید. ارغنچه هی رضوان خانی کلینچک وای سال دیگر همین چاق هم میجون باند بلینچک هی خالمت جانی تاقیدار یارانه رضوان خانی کاکل دار یارانه خوجه اینها می آین یارانه تی کلان میکنن یارانه خالما جان و رضوان خان یارانه بهتر خوشبخت شوید هم یارانه آفرین حافظ بهترین. حافظ به قند زند حافظ. رقاصه ها را من نمیبینم. حاضر رقاصه ها همینجا کنه مرحمت. ما باید نکاح کنیم. چی؟ شما مولا رو هم دعوت کردید؟ از همه بهترینش را آخر توی بی مولا نمیشود که. شما شینید من حاضر. گفته که برین با مولا فقط راستش رو جواب بیاد. مایلش حاضر. کنیم مولا کنیم. بیاید. رحمت. شینید. رضوان خان نام پدرتان چی بود؟ مومین جان. رضوان خان بنت مومین جان شما راضی هستید که جسم و جان خود را به خالمت جان ابن احمد جان سپارید؟ سه دفعه پرسیدن لازم. مالک رضوان خان بنت مومین جان شما برای به شوهر رسیدن به خالمت جان ابن احمد جان راضی میدهید؟ بار سیوم میپرسم. رضوان خان بنت مومین جان شما راضی هستید که زن حلال خالمت جان ابن احمد جان باشید؟ جواب دهید. من راضی. من هم راضی. برای سلامتی عروس داماد می‌نشیم. خالما جان باز مست نشیدن؟ شاید کفایه. آخرین واقعی از همه مهم حیات ما رضوان خان برای وقت اکنون رضوان خان لحظه هایی از همه پرمحصول ما لحظه هایی از همه مهم. کدام لحظه خالما جان؟ من با گفتن شعر میدارم.
گوید من شما رو گوش میکنم. یک بارم خیلی گفته نمیتوانم. اگر از روی آداب نباشد نگوید. راستش رو گویم رزوان خان، من خودم نمیدانم که این از روی آداب است یا نه. ممکن است که من این را از شما خواهش کنم یا من الکی به این حق دارم همچون شوهر. شما کلین جان که من شاید فهمیده ایستادید آنچه را که من از شما خواهش کردم. شرمنده. نخواست شما به من چون این سخنها رو گویده. من از شما این را انتظار نبودم. رزوان خان شما مرا نادرست فهمیدید. من به شما دیگر چیز گفتم خواستم. شما باید دانید که زن باید به شوهرش بیشتر چرا اطاعت کنه. اشید بس. شوخی کرده. اکنون روید و جایتان خواب کنید. روید. رزوان خان مرا ببخشید، من شما رو خفه کردم نبودم. فکر من دیگه بود. رزوان خان روید. این همه بازی بود. بازی به آرزو مانند به خوبی که این بازی نبود رزوان خان. من به شما تنها حقیقت را گفتم از صدق دل. خلمه جان شما از من چی میخواستید؟ من شما را بوسیدن میخواستم. اکنون چی؟ از فکرتان گشتید؟ این قصه عشق دو خدمتگار رضوان و خالمت از مسحکه آه محبت تئاتر کانیبادام بود. حیات رو من دوست دارم.
دوست می‌دارم تو را دارم تو را دارم تو را من دوست می‌دارم جهانم گر تو باشی جهان را من دوست دارم حیاتم گر تو باشی حیات را من دوست دارم جهانم گر تو باشی جهان را من دوست دارم حیاتم گر تو باشی حیات را من دوست دارم از محبت میان زن و مرد زیاد گفتند، زیاد شنیدیم. ما هم گفتیم و باز میگوییم، چون تا زمانی که انسان هست محبت باقی است و چون دیگر محبت ها را از مد نظر دور کردن نمیخواهیم. اینجا با هم قصه محبت پدر و فرزندان را که گویا قصه واقعی بوده، آن را اسماعیل ظریفی به نظم درآورده است. با صدای باهیر بهادرزاده میشنویم. از قضا مرد شریف ناگهان جان سپرد و گفت ترک این جهان. در رسید فرد به ایام نماز گفت سازم بر جنازه اعتراض. مردی مرده هست از من قرضدار، زین سبب اینجا بگشتم ره سپار. در نخست قرضی مرا آرید زود، پس از آن خوانید نمازش بر وجود. بشنوید با گوش جانها عرضی من، زود بشتابید و آرید قرضی من. بوده مردی مرده را چندین پسر، هر یکی بودند مردی معتبر. جهل خود ناکرده از مردم نهان، حرف دل آورده یک جا بر زبان گفتند ما را پدر پولدار بود، از کجا از چون توی قرضدار بود. گوی تو این خواب خود بر آب جوی، رو از این جای و مریزان آب روی. تا به گوشی ما نآید عرض تو، ما نخواهیم داد هرگز قرض تو. داشت چون اموال و مالی بشمار، او نبود از هیچ فرد قرضدار. داشت مردی مرده زیبا دختره، پاک باز و راست قول خوش اختره. از قضیه گشت ناگه با خبر، می چکید از دیدهش خون جگر. داشت آنچه در بساطش مال و زر، جمع کرد آمد به تابوت پدر. گفت ای مردی نکوی نیکنام، گر پدر دارد ز تو قرض تمام، گیر از من جمله این مال و زر. درگذر ای دوست از قرض پدر. من نمیخواهم پدر چون قرضدار خسبد اندر خاک در کنج مزار. گر کم است آرم برایت از دیگر، ای نکو مردی مکرم مال و زر. گفت آن مرد شریفی با وقار، نیست میت هیچ از من قرضدار. در سرم سودای خام داشتم، من از این نیکویی وام داشتم. پیش آی و گرز من وامی پدر، دختری آزاده به از پسر. وارثی ارزنده اش تنها توی، لایق تعریفی و والا توی.
دختری ارزنده دنیا تویی، تشنگان را چشمه و دریا تویی. تو به ماهی چرخ گردون همبری، گر زنی از مرد داری برتری. دختران از 100 پسر بالاترند، بهر والدین خود والاترند. هر کی زن را کم زند نادان بود، ابله و نامرد و به ایمان بود. گروه سوربن. گفتم به یک نازنین اینجیق عاشق شدم. درها گفتی من اینجیق نیستم. گفتم که عاشقت شدم، دوستت دارم، اما تو تنها کلمه اینجیق را شنیدی.
من تو را دوست دارم. اما افسوس این معنای آن را ندارد که من تو را نمی رنجانم. بیا باغ رویم. میخواهم تو را به گلها نشان دهم. هر چی که در من میبینی از من نه، از تو هم. از آن من آن چیزی که من در تو میبینم. دوست داشته ترین گل این پیش از همه قبول نکردن گلهای دیگر است. به طور دیگر آن از همه زیبا بوده نمیتواند. تماس گرفتن دشوار نیست به نفری که مشغول است. زنگ زده جواب شنیدن دشوار است به کسی که در کارش نباشی. پیام نمی فرستی. من میفهمم. زنگ نمیزنی. میفهمم. وقت نداری. میفهمم. زمانی اگر مرا با کسی دیگر ببینی امیدوارم که تو هم میفهمی. عشق شرح و ایضاح را تحمل نمی کند. عشق نیاز به عمل دارد. هرچند امروز پارچه نمایش تئاتری را از مسحکه آه محبت شنیدیم، لطیفه های آماده کرده فرخ و غیرت جان را نشنیده نمی توانیم. انسان اگر با عقل باشد به او بی عقل بودنش را فهماندن این خیلی آسان است. لیکن اگر انسان بی عقل باشد به او بی عقل بودنش را فهماندن ایت невозможно نه. سلام علیکم. سلام. Assalomu alaykum Mukromjon. Nazmi tu oshna? ها ناز رحمت آشنا. اختی من دورتر استما. خدا درست به تینجمه؟ خاننگی ها نازمه؟ Ha naz rahma Xudo nazmi oshna salomati xo, xonang xo, bacha xo, hamma nazmi? آشنا من چخیل پرسم گوش کن یک چیز پرسم. Gabzadan gir oshna. Gabza. همین تو اگر همین سویدانی بروی یعنی سویدانی بروی اگر یکان دختر کتی تو یک دوش پوش کرده خودت به نگاه کرده یک تازه شده عطر او پا زده تو یک وشته میری می تو؟ Ya oshna, oy agar xami svidani qardan daka boshad, kanishni xobozi mikunam, atr michosham, soni miram da.
آشنا تو یک سراچ نه سیگدانی نکنی نمیشه. ها آشنا تو جوزیق کیفتات نیست. تو نمیفهمی. یک چه گویی میفهمم تو ما کجا میدونم تو جوزیق زن گرفت دیم. او زنگری نسکو توی میشه خورسانده لالای لالای. نمیفهمی گفتم که آشنا نمیفهمی. تو فهمالا خور چه کم شد خور. من بگوش کن آشنا. من بولی کیفمنده مات شده دختره که نظم دیدگیم به ماشینم پدرکا کریم. انا انا چوم کنه. انا برای همین من این دختره زنیوه گرفته توی کره ماشین عبرتن نامنبه گذرانده بعد از زنم جدا شدنم در کار صرف و چقیمه دیدیمی. بچه ها دادو گوش کن مایلش دادو دوید در رو ها دیده میتونه؟ هم میتونم گجو دوام. دیده رفته از همسایه خانش انا همون بولغاچش هست که همین بولغاچه مالتا کتنه تیدگو گرفته بیا. خوب شده است دادو منم دادو. ها بچه آورده بی نه توه آورده بچم. وای همسایه ما راست بخیل بوداد. توه بخیر بوداد بچه. من مالتا کتنه تید دادم با در کار گفتم وای میگوید که اگر مالتوکا کارباس کران گیری تیز وایران میشد. میگوید توبه. انا دیدیمی چه خیل میشد همسایه ها بچم. تو دیدیمی چی مت کلان ماش با این کشا دیدیمی همسایه چه خیل میشد. انا می خیل همسایه ها بخیل میشه سخت میشه آدم به یک چیز درکار شد نمیتید همسایه ها. در رو رفته انی خودموی برور مالتا که خودموی برور آزو دادو گیر آشنا گیر نخشه جانور من بیزه کسکه میخورم امروز. خور علم از دور است که آشنا. همین منه ابولی نمیشوده که چیز اکار پیش کردم. آشنا بیا یکت بگیر با این کار به یکت گرفتن نکن. من اپشی نموشده که چیز آدم گرفته سا این نکن کنی. اینشم بیزه کسکه. بچه بیزه کسکه آرخی علم زویر علم گوش کن همون چه خیل کدوم سبب که گرفتن خداش بیا. کار به کم مکک دیر رفتم خلاص. یگان کار لیشنی کرگیم نه کار به دیر روم آکار پیش کرشتیم. اینا کار به دیر کند خودم آکار میگرفت است. حتی یک گابزن یک درات گوش کش یک جان کن آکار میگرفت است می اودا. اینو بینا نچلنیک حتی چقدر دیر کنی که تو 2 هفته خلاص. کدی شنید رحمت دکتر رحمت tak خوش دکتر جان چی گپ حاضر ها فهمیدم فهمیدی analizatını دیدم اینقدر گنده نیه دلتونه تینج کنید لیکن من باز یک بار باید از گوگل پرسم. اوکی گوگل از گوگل دکتر از گوگل من خودم پرسیده میتونم. به من گوش کنید. خود معالجه کردن که چی کار به پیش نمی رود. اینجا دکتر هست فهمیدید؟
ها آشنا چوک ایستادی تو چوکت تو مانا بوام زدن چوه بابا زدن توی یکم کوری کانده کرمی نه اوینه که شکستی می کاشه نخوردی می کاشه خودم برای چی؟ یکم بی‌ترتیبی کردی چیکار کردی آخی؟ یگان کار کردگی برای چی زدن مادرت؟ برای چی زدن؟ من ابوام پرسیدم که ابوه جان همین دادم چوه موی سرشان کال گفتم ها؟ سونی چی؟ سونی بوام گفتن که چونکی دادات آدمی با عقل با سواد بسیار خوندگی گفتن ها نقص کو سونی چی خیل شد که خود به خود یا با میزه دیام بود سونیش من با ابوام پرسیدم که این خیل باشد و موی شما چوه رسد در راز گفتم سونی تو گشتن و پاک کرد کالام بزدن زنمو بوب کردم زنم که امروز سپور کردیم من بوی دادم زنم گفت که روزی دراز کی چیزه که گوید نیه مگوید گفت ها خوب گفتم و نیه گفتن گرفتم همه گپه یک ملی در بیگانی یک ملی بیگانی همسایه آشنام درآمده اومد آشنا رفتیم 100 گرم عرق میخوریم گفت اون تو نگاه کنم زنم خندیدن یا کریستوس حاضر نیه مگوید گفته خورسان تکی دلشانده میدانی می چیزه گفتم چوانه رفتیم گفتم زنک جان بر لب و چشمت بمیرم با پیچک های عشقت من اسیرم زنک جان بر لب و چشمت بمیرم با پیچک های عشقت من اسیرم اگر با من روی بار تیاتر اگر با من روی بار تیاتر زی احمد جان با تو سنگ و سگیرم زی احمد جان با تو سنگ و سگیرم پیاله چینیکا تصد کمیشم حسیبو ششلیکا تصد کمیشم پیاله چینیکا تصد کمیشم حسیبو ششلیکا تصد کمیشم درونی کرته آسمانی رنگر درونی کرته آسمانی رنگر تمامی تینیکا تصد کمیشم تمامی تینیکا تصد کمیشم بکن و کاستی منی گل تو پیچل تو رداستی منی ای گل تو برحق بکن و کاستی منی گل تو پیچل تو رداستی منی ای گل چشیدن از لبانت بس کن چشیدن از لبانت بس کن اصلی من سلا داستی منی گل اصلی من سلا داستی منی گل بسات شوقی و بیستر خواب کردیم چی عشق
زیر شیر محتاب کردیم بسد شوقی به بیستر خواب کردیم که عشقی زیر شیر محتاب کردیم پس از 9 ماه و 9 روز مبارک پس از 9 ماه و 9 روز مبارک محبت ناممان را چاپ کردیم محبت ناممان را چاپ کردیم دو بیت‌های هجوی را در اجرای فرهاد صدیقов و فرخ وحیدов شنیدیم. در آغوشت کمه درمانده میگل غزل‌های لبت را خوانده میگل در آغوشت کمه درمانده میگل غزل‌های لبت را خوانده میگل به آن سان پسندم آمد آنگاه به آن سان پسندم آمد آنگاه بزر شرحت سمایلیک مانده میگل بزر شرحت سمایلیک مانده میگل بزر شرحت سمایلیک مانده میگل این صدای تئاتر برای این شنبه بود که درباره محبت صحبت کرد. دوست دارید، دوست داشته باشید، در خانه بمانید، کند FM بشنوید و هرگاهی که امکان شد به تئاتر بیایید. فرهاد غفارپور بودم. خداحافظ.